در کجا زندگی میکنید؟ ما صاحب قیزان صاحب. قیزان؟ ها پیشتر میکردن صاحب، عربی هم کردن صاحب، 4 سال خریداری هم کردم. دولت برای زمین نداده بود؟ نیست. چرا؟ وقتا صاحب زمین به سه قریه ما کم بود صاحب. کم بود؟ ها صاحب کم بود بله. دور شهر بی صاحب کم بود. داخل شهر. ها نزدیک شهر. شهر زمین. و حالی که دی پیسه و معاشی که میگیرین گزاریتان میشه؟ میشه دیگه چاری چیه دیگه چیکار کنید دیگه 10 نفر ما 12 نفر صاحب اولاد دارم. خود مثلا 12 نفر چقدر تنخواه میگیری؟ ما 3400 روپیه صاحب تنخواه میگیرم. دیگه با 12 نفر کی میگیری؟ چیکار کنید دیگه صاحب مجبوری چهار گزاره خور بکنید پرده بکنید. 12 نفر کسی دیگه معاش میره در خانه؟ نیست صاحب یک بچه هم دارم صاحب شاگرد کارگر صاحب اینجا. یک بچه هم دارم کلانه دیگه صاحب خورده. 11 سر عیال شما تو نان میدید. بله اما چیکار کنید دیگه صاحب؟ خانه کرایی است؟ نه خانه خودم است. سابقه خود اما میگی بیچش نیست سابقه خونه خودم. اون برتون میده؟ ها صاحب کوپین میدم بله. کوپین هم میدم. دروازه فابریکه مغازه کوپینی امسال میگم صاحب کوپین داریم اینجا صاحب برای ما کوپین میدم روغن میدم استلکی صاحب داریم همینا همه صاحب هستم. ها همه داریم. این رفقای حزبی که تا چه قسم برخورد داره؟ خوب برخورد داره صاحب. روی خوب حقیقت داره صاحب. خوب روی صاحب داره. شکایت ندارین؟ نه صاحب نه. خدای نخواسته توهین تحقیر شما را نمیکنه؟ نه هیچ چیز صاحب نمیکنه. هیچ نه هیچ من صاحب از هیچ کس باگ نمیخورم. آه کار میکنین؟ چند معاش میدید؟ ما 14 سال. 14 سال؟ بله. شاگرد کارگر است؟ کارگر است. اینجا شما سواد یاد میگیرین درس است؟ بله. شما در کورس سواد آموزی هستین یا مکتب کارگری؟ کارگری. مکتب کارگری صنف چند؟ صنف 4. صنف 4 هستین؟ آفرین. که تا پالوی کار باید تحصیلتان هم پیش برد. بسیار. انتقاد چی سر رفقا، سر رفقای رهبری، سر رفقای حزبی؟ انتقاد نداریم. ما تا از افغانستان تا زنده باشیم خوش هستیم. خوشبختی میخواهیم، صلح میخواهیم. ما از کارگرای خود خوش هستیم، از همه خوش هستیم. از کجا ایراد هست؟ از این کنار گذره. اینجا خانه داری؟ خانه از خودت هست؟ نه خیر. کرایی؟ بله. چند کرا میتی؟ 500 روپیه دیه یک خانه دارم. 500 افغانی؟ بله. معاش چقدر است؟ معاشم 2290 روپیه. 2290 روپیه؟ 500ش که دو برای چند میمانه؟ ای خواه 1700 میمانه؟ بله. 1700 روپیه برای چند سر عیال داری؟ بله. 700 با 7 سر عیال 1700 افغانی میرسه؟ چیکار کنید؟ مجبوری میکنیم دیگه. مجبوری دیگه صاحب. چطور کنیم که زندگیتان خوب شود؟ ما چی میفهمم صاحب؟ بگو نه یک چیز بگو تو. هر رقم که بفهمم ما چی میفهمم؟ همین کوپون میدید اینجا؟ بله صاحب. کوپون میده؟ بله. اضافه کاری میده تو؟ بله. جمع هم هستیم و روزا پنجشنبه هم هستیم 650 روپیه همین تا چیز اضافه کردیم. ما مصروف بیرون کشیدن قانون کار و کارگر هستیم. ما امیدوار هستیم که در اونجا غم شما به نسبت داشته